دوستو گل شما خودتان و یا اقاربتان فامیلا یا دوستا افتهاس یا موهاز در ناحیه شکم زیر ناف درد داشتن، پیش دکتر فامیلی رفتن اونجا، دکتر معاینه کرده چیز نتونستن پیدا بکنن و دکتر بهشون مسکن دادن، فایده نکرده. بالاخره دکتر شما روان کرده شفاخانه و شفاخانه تمام ارگانهای شما رو در ناحیه شکم معاینه کردن، با سی تی اسکن، با امرای از رحم گرفته تا تخمدان و از مثانه گرفته تا پروستات و مجموع اپندیکس و روده ها همیشه چک کردن. بالاخره متخصص گفتم ما چیز پیدا نمیتونیم، یگانه راهی که میمونه چون این نقطه که شما درد دارین روده های کلان ما و شماست. پس به اینکه من میخوایم من میره یک کولوسکوپی کنم، یعنی با کامera ها از طریق مقعد داخل میشن داخل روده های کلان، او را معاینه میکنن، امور معاینه کردن، هنوزم چیز نیافتن، میگم پاک صفاست روده های هیچ کدوم پرابلم نداره، اما شما هنوزم درد دارید. پس به این دوستای گل که من اول بسیار کوتاه کولوسکوپی رو به شما تشریح بکنم، فقط تشریح میکنم، برای سر معضلات میبینید که می درد داره با وجود میره. دوستای گل کولوسکوپی یکی از معاینه هایی که در شفاخانه انجام میفهم. دکترها چی میکنن؟ با یک کامرا که اینجا شما میبینید، کامرا یک پیپک وارد داخل میشن از طریق مقعد مریض و میرن داخل روده های کلان، از اینا تمام روده ها را داخل روده های کلان اینا معاینه میکنه. این قسمت رو شما میبینید که اپندیکس هست، که اپندیکس شما هست کلپای گذشته ما میشناسین. فقط با این کامرا داخل میشه، این کامرا یک چراغک داره و همچنان کامرا هست داخلش. این روده ها را تمام روده های کلان اینا چک میکنن، میخواین ببینن که آیا در این قسمت ها التهاب وجود داره یعنی یا پولیپکای بسیار کوچک هست، یعنی که میتونه او همین دردای ناحیه شکم به وجود بیاره. اینجا شما اینو باز میبینید از طریق مقعد داخل میشن و اینجا اون کامراگک هست، چراغ داره، اینجا شما میبینید چراغش هست و این لنزایش هست. با این کامرا میتونن که ببینن و بزرگیش هم برابر یک پیسه که شما افغانی میگه 16 پولی یا قران واره است که وقت داخل میشن. اینی داخل روده های ما شما هست که میتونه بسیار ساده اینجا اگر سرخی باشه یا مثلا التهاب باشه و یا پولیپکای باشه اون رو میتونن ببینن و در این زمان میتونن که پولیپ اینا رو پس بکنن. اگر تصادف اینجا چیز پیدا بکنن و میتونن پسش کنن و وقتی که اون رو پس شما در شما گم میشه، اکثریت اوقات به شما میگن نه ما داخل شدیم اما روده های شما پاک است و هیچ چیز شما ندارین اینجا. پس دوستای گل در این حالتی که وقتی شما کولوسکوپی هم میشین و هنوزم شما درد دارین و دکتر میگه داخل روده های بزرگ شما هیچ چیز ما نمیبینه، پس در این حالت میتونه دوستای گلم دیگه از ارگانا نمیتونه بیه. وقتی تمام ارگانای شما رو چک کنه، شما هفته ها و ماه هنوزم درد دارین، فقط دو سه ارگان دیگه میمونه و فقط عضله سفاخ و اون پرده شکم ما شماست که ایره در دنیای طبابت با تاسف هیچ وقت اینا معاینه نمیکنن، تریگر پوینت اینا معاینه نمیکنن و همچنان میوفاشیال پین سندروم میشناسن و تشخیص مانده نمیتونن و یا نمیمونن. پس او عضلات کدام از دوستای گلمی شما از کلیپای گذشته میشناسین؟ اکسترنال اوبلیک اینترنال ان اکسترنال، این دو دونه عضله کدام عضله از عضله بغل شکم ما شما از طرف چپ و راست آمده و این دو عضله میتونه تریگر پوینتاش همین تکالیف با وجود بیاره. و همچنان عضله دیگه کدام بود؟ رکتوس ابدومینوس، عضله راست شکم ما شما از این نقطه اش تا پایین میشه، طرف پایین میشه، در حساب انگلیسی رو به نام سکس پکس هم یاد میکنن که اگر تصادفاً این تکمه های از این گریه های از یا تریگر پوینت های از این قسمت فعال شود در اثر فشارهای فیزیکی و روحی، این چی میکنه؟ این تکمه ها درد فقط این نقطه میته که سرخ است، این فقط اون قسمت است که روده های ما شما وجود داره. با مخاطر اینا فکر میکنن که امکان داره روده های کلان ما شما التهابی شده باشه و یا پولیپ داشته باشه و یا اگر تکمهش تصادف در اون قسمت نباشه و باشه در یعنی در وسط نباشه، در قسمت بغل باشه، این کجا رو درد میده؟ فقط در قسمت چپ راست میتونه درد بده که طرف راستش اپندیکس میمون، طرف چپش به دردای دیگه ارگان میمون. و همچنان اگر مثلا اکسترنال اوبلیک باشه، این کجا درد میده؟ این درد نه تنها که زیر نافت از شکم میده، چون درد تیر میشه به حساب قد خشک میره که اکثر اوقات اونا فکر میکنن شاید مثانه شما باشه و یا ارگانای دیگه مثل رحم و تخمدان و پروستات اینا باشه که همش معاینه میکنن و اکثریت اوقات مثلا میتونه باشه که چون این قسمت روده های ما شما وجود داره، میگه میخواین روده های کلان ما شما معاینه بکنیم که در معاینه چیزی نامده و ما شما هنوزم درد داریم. پس اگر معاینه ها تمام ارگان خوب است، معاینه ها تمامش منفی است، پس میتونه که این دو تا عضله این تکمه ها رو به وجود بیاره و درد به وجود بیاره. این تنها دوستای گل یک تا دو تا یا سه دانه تکمه نیست، این در اثر فشارهای فیزیکی و روحی این دو دانه تکمه و سه دانه تکمه چی میشه که تکمه های دیگر فعال میکنه که ده ها تا صدها تکمه دیگر که شما میبینید این فعال میکنه و این قسمت ناحیه شکم ما شما پر از
تکمه ها میشه. وقتی تکمه ها و گری ها در اینای شکم در این قسمت زیاد شود چی میشه که نه تنها عضلات خود کوتاه میکنه جمع میکنه، بلکه صفاق که در زیر از وجود داره او هم خود جمع میکنه و کش میکنه و همچنان پرده ای که زیر عضلات شکم است او هم خود کش میکنه. وقتی این سه ارگان در این نوع جمع شود و کش شود چی میکنه که این نقطه درد به وجود میاره که دکتر اکثریت خود فکر میکنه امکان داره اون ارگان باشه، اما ارگان ها همش جور است، فقط از عضلات و صفاق میتونه باشه که به نام میوفاشیال پین سندروم یاد میکنیم که از این دو عضله اکسترنال اوبلیک و رکتوس ابدومینوس میتونه که این تکالیف به وجود بیاره. تداویش چی است دوستان؟ تداویش فقط یکی که شما فشارهای فیزیکی رو بالش کم کنین، دیر استادن، دیر شیشتن، دیر گشتن کم کنین، یکی استرس اگه میتونین کم کنین هنوز بهتره، اون مشکل است. و تداویش تریگر پوینت تراپیست است که ایراد فیزیوتراپیست تداوی نمیتونه، دکترای خانگی هم تداوی نمیتونه، متخصصین هم تداوی نمیتونه، فقط تداویش پیش کسی است که تریگر پوینت بشناسه و میوفاشیال پین سندروم تشخیص شما بتونه و تریگر پوینت های پیدا بتونه و تداوی بکنه. و در کلیپ‌های گذشته ما تصادفاً تداوی همین دو دانه عضله را اکسترنال اوبلیک و رکتوس ابدومینوس بر شما همچنان یاد دادم که اگر تصادفاً شما که تریگر پوینت پیدا نمیتونه میتونید در قسمت خودتون همین عضلات تداوی بکنید که امروز دیگه اون ما دوباره با شما انجام نمیدم، بخاطر 3 یا 4 کلیپ گذشته این با شما انجام دادم. اگر میخواین که تداوی رو یاد بگیرید پس برین 2-3 کلیپ گذشته رو سعی بکنید، تداویش اونجا هست، شما میتونید در قسمت خودتون این تکالیف از بین ببرید. اگر میخواین که تکلیفتان بالکل از بین بره پیش تریگر پوینت تراپیست برید، به شرطی که کولوسکوپی نتیجهش منفی باشه، روده های شما جور باشه، نه تنها تمام ارگانا در نای شکم جور باشه. اگر همه چیز جور بود و معاینه ها منفی بود، نتیجهش منفی بود، پس یک چیز میتونه باشه که رکتوس ابدومینوس و اکسترنال اوبلیک تریگر پوینت هاش فعال شده و شما را درد میده. تداویش بسیار ساده است، پیش تریگر پوینت تراپیست. موفق و کامگار باشید.